سلام به شما بینندگان عزیز برنامه بانوان موفق. خوشحالم که باز شنبه شد و در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از هر چیز تشکر میکنم از مؤسسه میر، اسپانسر برنامه بانوان موفق، آقای دکتر میر شجاعی. فردا یک شنبه 11 می روز مادر هست. روز جهانی مادر به همه شما مادران عزیز مبارک باد. به مناسبت همین روز من قطعه شعری دارم که برای مادران چشم و راه ایرانی که منتظر بچه هاشون هستن سالها سرودم و این شعر رو تقدیم می کنم به همه مادران منتظر. مادر، تو را از چه آفریدند؟ گویی از خاک بهشتی. تو پر از صفا و مهری، خود عشقی، خود عشقی. وقتی به دعا بودی اسم من بود روی لبهات، بر من دعا میخوندی، من بودم حاجت شبات. قربون دلواپسیهات، چشمهای مونده به راهت، شب نخوابی های تو مادر، شکوه های گاه گاهت. من نادون ندونستم بودنت همیشگی نیست. اون همه عشق و محبت برای من موندنی نیست. پشت سر گذاشتم تا برسم به فردای بهتر. مادر من چی کشیدی لحظه وداع با من؟ خوب شد که مادر ندیدی تو غربت تنهاییامو، بغض سنگین گلو رو، اشکای روگونه ها. مادر نیستی تا ببینی اسم توی روی لبهام، بر تو دعا میخونم، تو شدی حاجت شبها. همه آرزوم اینه تو رو روبرو ببینم، سر بذارم توی سینت، توی آغوشت بمیرم. این شعر رو تقدیم به همه مادران عزیز ایرانی، مادرهایی که سالهاست منتظر بچه هاشون هستن، با امیده که روزی که مادر و فرزندها کنار همدیگه قرار بگیرن. امروز در برنامه بانوان موفق از خانم فوزیه سپهری عزیز دعوت کردیم که تشریف بیارن توی برنامه. سپاسگزارم خانم فوزیه، مرسی که دعوت منو قبول کردین نازنینم، و روز مادر هم به شما تبریک. ممنون و ممنون از شعر قشنگتون که خودم هم در اون شعر سهیم میدونم. مرسی نازنینم. خانم فوزیه عزیزم، شما توضیح بدین کارتون رو. قبل از این من میگم که خانم فوزیه پی منیجمنت هستن و بسیار شغل حساس و کارآمدی دارن ایشون. خانم فوزیه عزیز، بیشتر راجع به شغلتون خودتون توضیح بدین که حالا با هم دیگه کار داریم. بفرمایید. سلامی گرم و پرمهر به همه مادران عزیز، سلامی گرم و پر عشق به همه هموطنان عزیز. مادر تک واژه‌ای است زیبا، مادر عین زیبایی است و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست. قلب بزرگ خدا در سینه مادران می تپد. مادر دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا. روز مادر بر همه مادران مبارک باد. بخش عمده از صحبت‌های امروز من در زمینه کاریم برمیگرده به بانوانی که
قصد دارن مادر شدن رو تجربه کنن. چقدر عالی. خب خانم فوزیه، شما یک مقدار راجع به کاری که انجام میدین لطف کنین صحبت کنین. میخوام که بیننده های عزیز بیشتر با کاراتون آشنا بشن. البته چهره شما آشناست برای عزیزان، ولی دوست دارم که در موقعیتی که داریم عزیزان بدونن در چه مواقعی باید به شما مراجعه بکنن و کارتون رو توضیح بدین و بعد هر زمان که مناسب دونستین راجع به مسائلی که برای مادرها کارهای شما مثمر ثمر هست لطف کنین بگین. بفرمایید. در واقع کار اصلی من کاریه که میتونم بگم متاسفانه کسایی که به مراجعه میکنن کسایی هستن که با درد مقابله میکنن و خوشبختانه خوشحالم که میتونم با کاری که آموختم روی دردهاشون کار بکنم و از دردهایی که حالا میتونه ناشی از کارهای روزانه، خستگی‌های شغلی، استرس‌ها، اضطراب‌ها، تنش‌های عضلانی و هر چی که دلایلی که داره، خوشبختانه میتونم که روی این دردها تا حد قابل توجهی کار بکنم و آرامش و سلامتی رو در حد درصد زیادی بهشون برگردونم. بله. خب پین منیجمنت در واقع شغل اصلی منه. با کار پین منیجمنت تراپی من روی دردها کار میکنم و نقطه‌ای رو که توسط یه سری تمرین‌های رنج آف موشن ما نقطه اصلی درد رو مشخص می‌کنیم. بله، به این تصویری که بله درست دقیقاً روی همین تصویری که اتاق فرمان گذاشتن در واقع یه حالتی رو نشون میده که شخص از نقطه‌ای که درد داره این درد شروع شده و میتونه حتی به دستهاش به پایین کمر یا حتی تولید سردرد بکنه. یعنی همچنان امواجی رو از این نقطه میتونه به هر کجای بدن بفرسته که بعضی از سردردها، میگرن‌ها، دردهایی که توی دستهاشون احساس میکنن، دردهایی که توی کمرشون احساس میکنن یا حتی توی پاهاشون احساس میکنن میتونه از یک نقطه منبع داشته باشه. بله. شاخه کاری من چند شاخه کار میکنم در زمینه کارم که خب در واقع شاخه هاش یکی برای خانمای باردار من ماساژ انجام میدم. ماساژی که برای خانمای باردار انجام میدم میتونه خیلی به خودشون به در واقع به وجود آوردن بچه، به دنیا آوردن بچه کمک قابل توجهی بکنه. بله. و اون وقت این ماساژی که خانم‌های باردار میگیرن به چه شکلی هست؟ بیشتر توضیح بده. خانم‌های باردار، البته این نکته رو من حتما قابل ذکره که جا داره عنوان بکنم که بعد از 3 ماهه اول میتونن ماساژ بگیرن. در 3 ماهه اول بارداری بهتره که ماساژی انجام نشه. بعد از دوره 3 ماهه اول اگر که بتونن با کار ماساژ تراپی یک انتخاب شگفت انگیز از مراقبت‌های دوران بارداری رو دارن، یعنی به کمک من یا هر ماساژ تراپیست دیگه‌ای که میتونیم قدم به قدم در طول دوران بارداری باهاشون همراه باشیم. طبیعیه که برای یه خانم باردار شوهر جان درد هست و تورم هست، دردهای عضلانی هست، استرس و اضطراب هست که طبیعتاً بارداری اینا رو به وجود میاره. میتونن با این انتخابی که انجام میدن به عنوانی که برن ماساژ تراپی بگیرن، ما میتونیم خیلی خیلی کمک بزرگی قدم به قدم باهاشون باشیم. حتی میتونم بگم چه در زمان قبل از بارداری، زمان بارداری و زمان بعد از بارداری. بله. اون وقت خانم سپهری میخوام ببینم که این ماساژ روی خانم‌های حامله چه تأثیری رو میذاره. اگه لطف کنیم بیشتر توضیح بدین که بیننده‌های عزیز ما با این مسئله کاملا آشنا بشن.
درصد ماساژ میتونه برای خانم‌های حامله خب خیلی فواید داره، از جمله تنظیم هورمون، بله. تنظیم خواب بهتر، تنظیم گردش خون، کاهش تورم، کاهش دردهای مفاصل، بله. کاهش سردردها، تنش‌های عضلانی، رفع استرس، رفع اضطراب و پشت دردها، گردن دردها، گرفتگی عضلات در پا، رفع همه اینها رو برای یک خانم باردار در حد قابل توجهی میکنه و حتما متفاوت این ماساژ با ماساژهای دیگه. آف کورس 100%. ماساژ هایی که ما برای خانم‌های حامله در نظر میگیریم با ماساژی که با یک خانم معمولی میدیم کاملا متفاوته. ما میدونیم که بعض از نقاط بدن هست که نباید فشار روش وارد بشه، اینا رو کاملا وارد هستیم به روشی که تقریبا خانم باردار روی پهلو دراز میکشه. ما میتونیم که با یه محیط کاملا آروم، با یه موسیقی بسیار مناسب که میتونه هم روی خودشون و هم روی جنینشون اثر مثبتی بگذاره، در یه محیط کاملا با نشاط رو با دست هامون بهشون هدیه بدیم. پس در اینجا باید توصیه کنیم به بیننده های عزیزمون که خودشون یه وقت به کسی مراجعه نکنن که توی این کار وارد نباشه، یا اینکه خانواده ها بعضی ها هم دیگر رو ماساژ میدن که این باید خطرناک باشه. درسته؟ بله دقیقاً. چون که حالا یه خانم عادی رو میشه مثلا خب توی خونه مثلا عادی ماساژ بگی، ولی خانم باردار چون در وضعیت کاملا حساسی قرار داره، بهتره که حتما به یک ماساژ تراپیست مراجعه بکنه. قدم به قدم اگر که این ماساژ گرفتن و جزء برنامه زندگیش در طول بارداری قرار بده، میتونه با به وجود آوردن یک بچه سالم یه هدیه به خودش بده و با تحویل دادن یک انسان سالم به جامعه یه هدیه به جامعه بده. بله 100%. شاید هم خوب زمان ما نبود. افسوس که دیر اومد این ماساژ و ما استفاده نکردیم. امیدواریم که بیننده های عزیز ما که این برنامه رو میبینن قشنگ توجه داشته باشن که ماساژ برای خانمای باردار باید حتما توسط کسایی قرار بگیره که پین منیجمنت هستن، کارشون رو واردن و کسی سر خود به اصطلاح خودمون به اصطلاح عامیانه و آدم بی تجربه یه همچین کاری رو نباید انجام بده که این کار بسیار خطرناکه. خانم سبیعی عزیزم، توی این برنامه‌ای که ماساژی که برای خانم‌های باردار میدن، دلم میخواد که بیشتر توضیح بدین که چه کارهایی رو انجام میده. آیا با ماساژی که میدن برای خانم‌های باردار این از تورم، چون میدونی که خانم‌های باردار دستشون ورم میکنه، پاهاشون ورم میکنه، آیا این تورم ها رو کاهش میده، پایین میاره، به چه شکلی هستش؟ یکم بیشتر توضیح بدین، چون برای خود منم خیلی جالب بود این مسئله که واقعا کمک بزرگی میشه به عزیزانی که میخوان آبستن بشن یا در همین حال که ما داریم با هم صحبت میکنیم آبستن هستن و خیلی ها از این مسئله اطلاع ندارن، اصلا کلا نمیدونن و این کمک بزرگی میشه به عزیزان بیننده ما که میتونن با شما تماس بگیرن و راه چاره بالاخره زیاد هست توی این مسئله. علم پیشرفت کرده و الان زمانی نیست که اگر یک خانومی باردار شد استرس داشته باشه یا اینکه تورم داشته باشه، دستش پاش شب نخوابی داشته باشه و باید هرچی مادرها آرومتر ریلکس تر باشن بچه سالم به دنیا میاد و آدم میتونه که دوران بارداری با نشاطی داشته باشه و بچه سالم تر. 100%. البته میتونم بگم خیلی از مشکلات نمیتونه همش هم بگیم که مثلا تورم